سلام و درود به همه عزیزای دل موزیتا. حال دلتون چطور؟ خوش اومدید به این ویدیو از چنل خودتون. بنده موزیتا هستم، کوچیک همتون، عشق منید. تو این ویدیو قرار بریم نحوه باز کردن کاموی گلد و دایموند رو بهتون آموزش بدم که بتونید راحت‌تر و سریعتر گاناتون رو گلد و دایموند کنید. خوشحال میشم قبل از شروع شدن این ویدیو لایکشو بکوبی، ساب کنی و زنگوله رو فعال کنی که از ویدیوهای ما عقب نمونی. بی معطلی بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب خوش اومدید به ادامه ویدیو. واسه اینکه کانالتون رو راحت‌تر گلد کنید و دایموند کنید، اول از همه میشن هایی داره واسه خودش که این میشن ها رو تو ادامه ویدیو بهتون میخوام بگم. واسه اینکه سریعتر دایموند یا گلد کنید، تو هر مچ که تو مچ فقط مولتی فری فور آل برید که هم سریعتر تموم میشه و هم سریعتر کیل میتونید بگیرید و بیشتر میتونید کیل بگیرید. تو این مچ 20 تا کیل میتونید بگیری، حد اکثرشه. و تو این مچ که 20 تا کیل داره از دو گان مختلف استفاده میکنید که 10 تا کیل اول رو واسه یه گان اختصاص میدیم و 10 تا کیل بعدی رو واسه یه گان دیگه اختصاص میدیم که تو هر مچ یعنی واسه داری میشن 2 تا گان رو پر میکنی و اینطوری سریعتر و خیلی سریعتر گانت گلد میشه، دایموند میشه. و این میشن ها رو هم بهتون توضیح میدم که و ترجمه میکنم براتون که راحت‌تر انجام بدید و سریعتر بتونید این کار رو انجام بدید. فقط خیلی خوشحال میشم و عشق منید که همینطوری حمایت میکنید، همین حمایت های ریزی که میکنید. خیلی دوستتون دارم و خیلی ممنون میشم بازم حمایت بیشتری کنی که من ویدیوهای بیشتری براتون بذارم و تلاشمو بیشتر بکنم که به شما خدمات بیشتری ارائه بدم و آموزش های بهتری بهتون بدم، مفید. و اینو بدونید که این آموزش ها از کسی برداشته نمیشه، ویدیوهایی که هست و خودم میشینم پای ادیت و رکورد کردن ویدیو گیم پلی و میگردم دنبال موضوعایی که به شما کمک کنه تا بتونم ویدیویی برای شما درست کنم که به دردتون بخوره. اگه نظری یا چیزی که نمیدونی مثلا راجبش داری تو کامنت ها بهم بگو که تو ویدیو بعدی ازش استفاده کنم و بتونم بهتون بیشتر کمک کنم. و همین دیگه. خیلی عشقید، قلب منید، خیلی دوستتون دارم. با یه لایک کردن تو هیچ چیزی ازت کم نمیشه، هیچ زمانی هم ازت گرفته نمیشه، ولی با یه لایک که تو میکنی توی 1 ثانیه 2 ثانیه کلی بهم انرژی میده و باعث میشه که من جای پامو محکمتر کنم و بیشتر تلاش کنم واسه آموزش دادن و ذوق و شوق بیشتری واسه آموزش دادن داشته باشم. خیلی ممنونم. یه لایک کنید، دمتون گرم. یه کامنت هم بذارید، چنل هم دوست داشتید ساب کنید که ویدیوهای بیشتری براتون بذارم و بتونم بهتون بیشتر کمک کنم. خیلی عشقید، دم همتون گرم. بریم ادامه ویدیو که بهتون میشناشو توضیح بدم.
Shock RC is ready. Predator missile on standby. خب دوستان خوش اومدید مجددا به ادامه ویدیو. بریم میشناشون رو بهتون توضیح بدم و ترجمه کنم براتون. اولش میشن گلد رو بگم، کاری که باید انجام بدید تا گاناتون گلد بشه. خب اول از همه باید تمامی این کاموها واسهتون باز شده باشه، 0 تا 100 همه چیزش باید انجام شده باشه و باز شده باشه. خب حالا واسهتون ترجمه کنم که چی میخواد. این اولیش میگه که 350 تا کیل باید بگیری در کل تا همه این کاما واسهتون باز بشه. دومی گفته که هنگام اسلاید زدن از گان استفاده کنی و بزنی، یا ببخشید اشتباه گفتم، موقعی که دراز کشیدی رو زمین از گان استفاده کنی و 45 تا کیل بگیری. معذرت میخوام اونجا اشتباه من کردم. بعدی اینه که از فاصله دور 120 تا کیل بگیری و بعدیش نگفتم چند تا میخواد، 120 تا کیل باید بگیری یا گفتم نمیدونم. بعدی حالا گفته با استفاده از اتچمنت، یعنی گانتون اتچمنت داشته باشه و خودتون چیده باشید، فرق نمیکنه، حالا اتچمنت داشته باشه یعنی مثلا یه اسکوپی چیزی گذاشته باشید روش اضافی. خب گفته 125 تا کیل بگیرید با استفاده از اتچمنت داشتن روی گان. بعدی حالا گفته 50 تا کیل بگیرید تا کل کاما واسهتون باز بشه. حالا آخریش گفته بدون استفاده از اتچمنت 60 تا کیل بگیری، یعنی هیچ چیزی روی گانتون نصب نکنید، یعنی حتی یه اسکوپ ساده، هر چیزی که واسه خودگانه با استفاده از اون استفاده کنید. خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو همراهمون بودی. امیدوارم بهت کمک کافی کرده باشم و تونسته باشم بهت آموزش خوبی داده باشم. تا ویدیوی بعد، بدرود.